حبیب خدا میگوید پروردگار میفرماید که هر وقتایی که بنده را که من دوست دارم، شما تصور کنین وقتی که خدا بنده را دوست می‌دارد، هر وقتایی که بنده را که من دوست می‌دارم، یکی از ملائکه های مقرب درگاه خود که جبرائیل است او را فریاد میزنم و برای او خبر میدهم اینی احب فلانا. ای جبرائیل آگاه باش که من فلانی را دوست می‌دارم. پس تو هم وظیفت همین است که باید که این بنده را که من دوست می‌دارم تو نیز باید دوست داری. پس جبرائیل این انسان دوست می‌دارد. بعد از این جبرائیل در اهل آسمان که این روایت مسلم است، به اهل آسمان که این ملائکه ها هست فریاد میزند ای ملائکه هایی که عدد شما نامعلوم است، یقین دانین که پروردگار فلانی را دوست می‌دارد. وظیفه همه شما همین است که شما نیز این بنده را دوست دارید. پس اهل آسمان هم این بنده را دوست می‌دارد. بعد دوست داشتن پروردگار جبرائیل دوست می‌دارد، تمام ملائک دوست می‌دارد. ثم یوزع له القبول فی الارض. حبیب خدا گفتن پروردگار بعد اینکه اهل آسمان این بنده را دوست داشتند، باز محبت این بنده را در دل آدم‌های نیک و آدم‌های پاک دامن خداوند در روی زمینم نصیب میکنه که حتی روی زمینم این بنده را دوست می‌دارد. خدا گر لطف سازد مهربانی، کند میشی تو را گرگان چپانی. حضرت مولوی میگوید اگر خدا با شرطی که تو را دوست دارد، یقین دان که این گوییم که گرگ که دشمن گاو است، دشمن گوسفند است، زمان خدا اگر تو را دوست دارد انا همین گرگ مال و گاو و گوسفند تو را پاسبانی میکنه. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. لیکن با شرطی که خدا اگر تو را بد دید، یقین دان که همه آن چیزی که خدا آفریده است همه اونها تو را بد می‌بینند. اگر الله شود از بنده راضی، و او یار است استقبال ماضی. لیکن با شرط خدا اگر کسی را که دوست داشت، هم زمان حاضرش هم زمان آیندهش همش حضرت گفتن نیک هستند. گذر از دشمنان گردامنی دوست، بگیری مغز را فارغ شو از پوست. برا 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. خدا رحمت کند سعدی را. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه بینی در ابرو گره. دو راه پیش ده بندن نهاده، به دستت اختیاری جوز داده. اگر جنت روی رو در رهی راست، به چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. زراهی نیک و بد ایزید خبر دار، تو را عقل و خرد هوش بصر دار. خدا را جو خدا را جو خدا را، بگو ذکر و بمان چون و چرا را. ای دل چی کنم خدا چونین میخواهد، نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی خدا نان جوین میخواهد. کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل از توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله.
هر کار که می کنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج می شود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر، کی یاد کسی کند و جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بیشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. اینترویو داشت ای دل چی کنم، خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی خدا نان جوین میخواهد. کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل از توفیق، و فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت،